دقیقاً روزی که حمله اتفاق افتاد یادم ساعت 3:30 بود، روز جنگ اجرا داشتیم و من اینجوری بودم این چه انتقامی، لااقل بذارید من بلند شم، هیچ فرصتی نداشتم. گردشگری چیزی بود که خودم انتخابش کردم و آگاهانه انتخابش کردم. فعال سمن‌های محیط زیستی بودم توی استان قزوین. تنها چیزی که میگم مراقب خودت باش دیگه، اصلا خیلی اینا تو این باغ نیستن، بذار راحت باشن و کار خودشونو بکنن. اونا سعی می‌کردن با لهجه چینیشون انگلیسی صحبت کنن، من نمی‌فهمیدم این وسط چیکار باید بکنم. سهیلی هم راهنمای گردشگری و ارشد مدیریت گردشگری. فاطمه سیمیاری هستم، فارغ التحصیل رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی. تور لیدر یعنی چی؟ شخصی هستش که با توجه به تخصصش، چه فرهنگی باشه چه طبیعت، به اون محل میبرن، راهنماییشون میکنن، اطلاعات رو در اختیارشون قرار میدن و سعی در ایجاد جوی مثبت و شاد در بین همسفران. در عین حال حواسشون هم باید به همه جنبه‌های سفر باشه، از خورد و خوراک، تفریح همسفران، حال خوبی که دارن، سلامتشون و در نهایت تجربه عالی که براشون از اون سفر به جا بمونه. چی شد که این کار رو انتخاب کردین؟ من فعال سمن‌های محیط زیستی بودم توی استان قزوین و اونجا احساس کردم که آدم‌هایی که میرن سفر و اون آسیب‌هایی که به محیط زیست به واسطه اون سفرشون در واقع زده میشه، الزاما به این دلیلیه که مسئولان سفر کردن رو بلد نیستن. یکیش خودم بودم. برای اینکه خودم یاد بگیرم چجوری مسئولان سفر کنم، رفتم دوره‌های آموزشی رو تو این حوزه در واقع دیدم و بعد دیدم زکات علم من بخوام بدم، اینکه بهتره به دیگران هم در واقع این موضوع رو یاد بدم و همراهشون کنم و یاد بگیرن چجوری با سفر کردن هم لذت ببرن هم آسیب کمتری به محیط زیست بزنن. چند سال این کارو میکنید؟ من از سال 96 وارد حوزه گردشگری شدم. چقدر از انجام این سفر رو دارید لذت میبرید؟ گردشگری چیزی بود که خودم انتخابش کردم و آگاهانه انتخابش کردم و فکر میکنم تنها جمله‌ای که میتونم یا بهترین جمله‌ای که راجبش بگم اینه که من دارم گردشگری رو زندگی میکنم. واقعا خاطره بانمک اگه بخواید تعریف کنید چی تعریف میکنید؟ خاطره بانمک توری بود که آب‌بازی بود. خب یه زمانی داشتیم برای استراحت و زمان آزاد، حالا اگر دوستان خواستن عکاسی کنن، از فضا لذت ببرن. من رفتم توی رودخونه نشستم و پامو گذاشتم توی آب یه ذره استراحت کنم. یه گروه از بچه‌ها اون سمت رودخونه بودن جلوی من، یه گروه از بچه‌ها هم پشت سر من اومدن و یهو اینا شروع کردن به آب‌بازی و انتقام گرفتن از همدیگه. فقط من این وسط بودم، انگار داشته از من انتقام گرفته میشد، چون هر کدوم داشتن انتقام سخت میگرفتن کلا این آبای رودخونه رو من ریخته میشد و من اینجوری بودم این چه انتقامی، لااقل بذارید من بلند شم، هیچ فرصتی نداشتم. خیلی بد. اینا میرید تا حالا شده که مهمان شما عاشقتون بشه بعد بیاد مثلا بهتون ابراز علاقه کنه؟ نه، برای من پیش نیومده. حالا من نمیدونم، شاید به این دلیل بوده که خب یکم من جدیم. صفات اخلاقی که خیلی مهمه توی حرفه ما اینه که اعضای خانواده‌مون یا افرادی که خیلی احساس عاطفی باهاشون داریم توی اون تور همراه ما نباشن، چون ممکنه که ما توجهمون معطوف بشه بیشتر به سمت اونها، یا اگر اونها بعضی برخوردهای همسفران رو که خیلی خوب نباشه با ما ببینن احساساتی بشن و این تنش ایجاد کنه. یکی دیگه از اصول اخلاقی هم همینه که در اجرای تور تمرکزمون تماماً روی بهترین اجرا باشه و ایجاد یک تجربه و یک سفر عالی برای گردشگران. پس اصلا نباید به این مسائل توجه کنیم. چه اتفاقی توی تورها تا حالا برای شما افتاده که به شدت تحت تاثیر قرار گرفتید؟ 2 تا اتفاق رو بگم. همون روز جنگ متاسفانه یکی از همسفران ما آسیب دید و ما مجبور شدیم که به حالا بیمارستان اون شهر بریم و حدوداً 2 ساعت 30 خورده نفر معطل بودن. زمانی که همکارم اومد همسفرانمون همه تشویق کردن ما رو و گفتن که ما خیلی خوشحالیم از پیگیری‌های شما و این نشون داد که
اگر یک زمانی یک اتفاق برای هر کدوم از ما بیفته، شما چقدر انرژی میذارید، چقدر تلاش میکنید و چقدر اهمیت داره براتون سلامتی ما. اتفاق بعدی، خب من به خاطر بحث ترویج میراث ناملموس خیلی روی آگاهی افراد تاکید دارم. توی یه سفر چند روزه بودیم و من دوست داشتم راجع به میراث ناملموس اون استان صحبت بکنم با گردشگران. همکار من مخالفت کرد و به من گفتش که نه، نمیخواد این کارو بکنی، خیلی اینا تو این باغ نیستن، بذار راحت باشن و خودشونو بکنن. و من رفتم دیدم حالا همسفران بیشتر مشغول کار با موبایلن، ولی دوستانه بهشون پیشنهاد دادم که میخواید با هم راجع به حالا فرهنگ صحبت کنیم، راجع به میراث ناملموس اصلا ببینیم چیه، و خیلی استقبال کردن. یکی گفت من چایی گذاشتم، و یکی گفت منم الان دمنوش میارم، یکی دیگه گفت من شیرینی دارم، یه خانم دیگه گفت من تمام لیوانا رو به تعداد میارم. و در نهایت صحبت کردیم و خیلی براشون جالب بود. و این دغدغه من که به همکارم گفتم بالاخره اگرم توی این باغ نباشن باید یه جوری آگاهی رو شروع بکنیم. و در نهایت این بازخورد به من داده شد که صمیمانه و دغدغه‌مندانه راجع به اینکه چطوری بیام میراث ناملموس رو ترویج بدم توی پیجم و در واقع توسعه بدم این بحث رو توی فضای مجازی بهشون مشاوره میدادم. خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خانواده‌تون چجوری مواجه میشن با این موضوع که شما رو چند روز نمیبینن؟ من چون بک‌گراند محیط زیستی داشتم و کلا با سمنه‌های محیط زیستی به روستاهای منطقه و استان‌های دیگه سفر می‌گم، خیلی با این موضوع مشکل ندارن و خب چیز براشون عجیبی نیست. فقط تنها چیزی که میگم مراقب خودت باش دیگه، این مراقب خودت باشه هست و بعدم راهی میکنم به سلامت. شما چطور خودتون رو واسه تورای چند روزه آماده میکنید؟ ما یک برنامه سفری داریم که اینو قبلش حالا به واسطه آژانس در اختیار ما قرار داده میشه و ما نسبت به اون در واقع اصطلاحاً آیتینری که قرار هست اجرا بشه یه سری دیتا کسب میکنیم. حالا بحث این که پشتیبان آژانس باید یه سری کارا رو انجام بده، تدارکات و اینها بماند، ولی ما راهنما اصولاً به هیچ اعتماد نمی‌کنیم و خودمون از اول همه رو چک می‌کنیم. هتل رو چک می‌کنیم، حمل و نقل رو چک می‌کنیم، لیست مسافرا رو چک می‌کنیم، بیمه مجوز رو چک می‌کنیم. تقریباً همه آن چیزی که خوراک رو چک می‌کنیم، هم سایت باز باشه، بسته باشه، همه اینها رو تعیین می‌کنیم که چک بکنیم که بعد بریم وارد اون لوکیشن و یه پلن بی می‌چینیم. اگر این اتفاق افتاد و نبود حالا چی کار کنیم؟ اگر سایت بسته بود نبود کجا بریم؟ و اون پلن بیه در واقع نجات دهنده ماست در مواقعی که پلن ای اجرا نمیشه. تا حالا شده با یه توریست خارجی مواجه بشید که زبونش رو ندونید و هیچکی هم نباشه که کمکی بکنه؟ یه توریست چینی اومده بودن برای بازدید که اونها راهنماشون، حالا نمیدونم راهنمایی دوستان چجوری بود، اینا به امان گم شده بودن تو اون تور اصطلاحاً تو لوکیشن گم شده بودن. خب اونها انگلیسیشون خیلی ضعیفه چینی ها و من بهشون توضیح میدادم، اونا سعی میکردن با لهجه چینیشون انگلیسی صحبت کنن و من نمیفهمیدم این وسط چی بابا بکنم. یا آخرش به در واقع گوگل ترنسلیت اکتفا کردیم و ما مینوشتیم چینیشو نشون میدادیم، اونا متوجه میشدن که بعد چیکار بکنن دیگه. اون موقع سعی نکردید که سر به بیابون بذارید از دست اینا؟ نه، اتفاقا جذابه این اتفاقی که میفته. من میگم من همیشه بهش میگیم که اتفاقات غیر منتظره تور و برای خودمون یه خاطره سازی میکنیم، باهاشون بگو بخیر میکنم. شاید خیلی هاشون دوست میشن باهامون و بعدا مثلا پیام میذارن و حالا معرفی میکنن و با هم دیگه میشیم. اگه یه نفر از شما بپرسه اسم این ساختمونه چیه، اسم این بنا چیه و شما ندونین، چجوری بهش جواب میدین؟ در درجه اول دور و برمو نگاه میکنم. ما راهنما همیشه یه شگردی داریم، اگر به جایی که تا حالا نرفتیم خب از قبل که مطالعه‌ام رو باید داشته باشیم، ولی اگر خیلی اتفاقی یک بنایی رو حالا باهاش مواجه بشیم یا بخوایم بازدید بکنیم، نگاه میکنیم به اطراف که ببینیم تابلوی راجبش داره و اگر بتونیم یه نفر رو گیر بیاریم ازش میپرسیم ببخشید شما میدونی اینجا راجبش چیه، اسمش چیه. ولی اگر دیگه واقعا هیچ کدوم از اینا نباشه، خیلی صادقانه میگم واقعیتش منم نمیدونم، اما خودم هم کنجکاوم و راجبش اطلاعات کسب میکنم و حتما بهتون میگم و سعی میکنم این اطلاعات رو اگر حالا سفرمون چند روزه باشه تا قبل از اتمام تور حتما راجبش هم به همون همسفر که سوال کردن و هم به همسفران دیگه توضیح بدم. از حمله اسرائیل به ایران چه اتفاقی واسه تورای شما افتاد؟ متاسفانه گردشگری خیلی ضربه بدی خورد. یه ذره داشت جون میگرفت خصوص بعد از کرونا این 2-3 سال، ولی خیلی ضربه بدی بود. اگر بخوام از تاثیرش بگم، تعطیلات تابستونی داشت شروع میشد و خیلی از پیک‌های گردشگری ما از دست دادیم.
و این در رابطه با تمام حالا آژانس ها این اتفاق افتاد، نه فقط بگم یک گروه یک آژانس خاص. دقیقاً روزی که حمله اتفاق افتاد یادم ساعت 3:30 بود، 3:30 صبح، و من 4 باید سر محل قراری بودم که برای شروع تورمون بود و اون روز جنگ اجرا داشتیم. تنش ها توی همسفرانمون خیلی زیاد بود. ما هم باید سعی می‌کردیم این تنش ها رو کم بکنیم که در واقع حواس مسافرانمون رو پرت بکنیم و هم بهشون خوش بگذره و در این حال خودمون هم داشتیم خبرها رو چک می‌کردیم. خیلی الان دغدغه شده برای هم، نه فقط همسفران، برای همه توی هر حوزه کاری، هر چیزی رو که بخوان شروع کنن یا در وسط‌های راه بودن نگه داشتن یا شروع نمی‌کنن، همش میگن نمیدونیم چی قراره پیش بیاد. من میبینم روی آوردن بیشتر به خرید طلا، حالا یا دلار، سرمایه‌ای که باشه براشون اگر یک روزی دوباره این حمله اتفاق بیفته. شده تا حالا یه توری برین و بعد یه اتفاقی بیفته بخواین کلا رها کنین، نصف کار برگردین خونه؟ تورو